مقصد تدریجاً زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی رقابتناک سال 2019 در جمهوری تاجیکستان صنعت‌کنانی با صورت کشور هدف چهارم ملی اعلام کرده شد. در پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت بیان گردید که گرچند سال 1991 در کشور همگی 358 کارخانه صنعتی به قید گرفته شده باشد، سال 2020 300 کارخانه و کارگاه‌های نو صنعتی با زیاده از 6500 جای کاری ساخته به استفاده داده شد. کارخانه آردبراری ناحیه شغنان یکی از کارخانه‌های عظیم صنعتی به حساب رفته می‌تواند در یک شبانه روز 35 تن محصولات آردی را استحصال و به نقطه‌های اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به فروش گذارد. در پیام نوبتی پیشوای ملت جناب عالی قید کرده شده است که باید هر یک کارخانه ذخیره 2 ساله مواد خوراکه داشته باشند. ما کوشش کرده ایستاده ایم که همه ناحیه‌های ولایت و بازار شهر خارق را از محصولات آردی تامین نماییم و از خوراک چاروا منطقه های دوردست ولایت را از آن جمله ناحیه مرغاب و برتنگ، ناحیه روشان و ناحیه روشقلا، موضع جوشنگوز و لنگارش گوشم را از این خوراک سرغذای چاروا تامین نماییم. عین زمان در 3 انبارخانه برای نگاه‌وبین محصولات تیار کارخانه آردبراری ناحیه شغنان ذخیره کافی محصولات آردی موجود بوده، آن می‌تواند طلبات بازارهای حدود ولایت را با 2 نوع آرد قانع گرداند. با به فعالیت آغاز نمودن کارخانه آردبراری در ناحیه 33 نفر ساکنان ته‌جایی که 90% را تشکیل می‌دهند با کار دائمی تامین گردیدند. هدف یگانه کارمندان کارخانه عملی نمودن هدف‌های سازنده پیشوای ملت در سمت صنعت‌کنانی با صورت کشور با به کار درآوردن اقتدار استحصالی کارگاه، همزمان بلند برداشتن صفت محصولات و افزایش حجم محصولات داخلی روانه گردیده است.